بمب بزرگ در مادرید. وینیسیوس در رویای جدایی. به نظر می رسد که وینیسیوس جونیور و رئال مادرید روز به روز بیشتر از یکدیگر فاصله می گیرند. در نوامبر 2021 و همزمان با بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، جمله‌ای از آلفردو دی استفانو در بخش پایانی تونل ورودی به زمین رئال مادرید نصب شد که یادآوری خوبی برای ستاره‌های این تیم بود. هیچ بازیکنی به اندازه همه آنها با هم خوب نیست. با این حال به نظر می رسد وینیسیوس جونیور که مصمم به چالش کشیدن این باشگاه است، این جمله را فراموش کرده است. چالش این بازیکن برزیلی و مدیر برنامه‌هایش با رئال مادرید در مذاکرات تمدید قرارداد کاملاً با اظهارات عمومی او در تضاد است. او اخیراً بارها گفته است رئال مادرید باشگاه زندگی من است. امیدوارم